درس شروع کوو پرون من تیر درس کې مونږ لیجن ویلی و په ویډیو لرنینګ کې تیار راغلی د اړتیا به یې نه وي چې بیا لاړ سم هغه ته څنګه یا که وایي لږ نور هم تشریح کړم چې شی لپاره کارېږي او څنګه ترې ګټه اخلم یو څو کوټو کې وایي بس خلاص صحیح ده لیجن خب لجند گفتم میشه که اینمی لجند که هستن مربوط شما میشه که چه رقم از این استفاده میکنی نه میشه تو استفاده شوه که اینمی اتاق هستن مثلا اینجا کلر چارت نوشته کنی برایش بگو اینجا که ما گفتیم سیلینگ کلر چارت هستن نه از این نشان میده که سیلینگ ما اینمی که مثلا در این اتاق که هستن بیدروم سپریه که هستن باید این رقم باشه ولی اونجا ببینین گدوات شده خب اونجا زیاد نامه ما دادیم خوب صحیح نگرفته اینجا یک رقم رنگ معلوم میشه اینجا دیگر رقم هستن نه نامش میبینین کیچن صحیح هستن اوپن کیچن اینمی رنگش که چی رقم هستن اینمی اینجا هستن از این فهمیده میشه که سیلینگ اینمی رقم باشه مثلا حال هستن اینمی حال است حال سیلینگش میخوایم اینمی رقم رنگ کنیم و یا میشه که این نامه که داده اینمی نامه نه باز پس از اینمی میشه که یک سکیجول کریت کنی در اون سکیجول ایریان برای نشان بده اینمی فینیشینگ هم نشان بتالی اونمو سکیجول میریم او کریت میکنیم پیش از اونمو یک چند دانه تکرار میکنیم انجینر صاحبم نبود خیر از در لرنینگ هم باشه گپی نیستن صحیح ای دفعه در لیول 2 میریم در ای لیول میریم این میشه که دوپلیکیت هم بکنیم این دوپلیکیت کنیم دوپلیکیت with detailing دوپلیکیت as a dependent دوپلیکیت میکنیم بدون دیتیل و دایمنشن و چیزا نبیان با کاری ما نیستن اینجا میرین دا وقتی که اینجا آمدین با ارکیتکچر میرین در ارکیتکچر از ارکیتکچر اینجا بین روم این ایریا هستن خب اینم اینجا روم این ایریا دایی بیاین در روم که آمدین هر جایی که میرین اونمو خودش تگ میشه وقتی که اینمی دیوارا داشته باشین اونمونجا تگ پلیس میشه خب تگ ان پلیس منو اینجا نشان میده خب اینم اینجا پلیسش کنین پس مودیفای برین ایرا میشه ایدیت کنین مثلا ایرا میگیم بیدروم نمبر 3 به خاطر که دو دانه زیر داشته میره نمبر 3 میگیم و میشه اینه میرم چی کنیم تک کنیم خب او قدر پیش نمیریم زیاد دیر مخکې نزو ځکه یو ځل مو ویلی دی زه دلته اوپن کچن ته راځم هغه کوم مشکل چې دی که چیرې بونډري سوی نه وي دا خو اوس بونډري دی که نه دلته معلومیږي هغه د کوټې مساحت هر شی راخیستلی سي سافټویر ولې دلته چې اوپن ایریا دی اوس کیدای سي موږ د اوپن کچن دې ځای پورې واوسي دې ځای پورې موږ غواړو چې یوازې د دې مساحت ولرو دلته او نوم ولرو نو د دې لپاره ته بیا مجبور مخکې له دې چې هغه ټک کې د یو کوټه ټک کې هغه نه مخکې باید سپریټر راواخلي دا سپریټ کې بیلی کې دی هغه نه نو بیا لاړ سي ارکیتکچر ته اینجا روم سپریټر هستن اینمی سپریټر باید بگیرین اینمی سپریټر که گرفتین اینجا از هر جای که میخواین این یک لاین برای جور میکنین اینمی سپریټر ایریا که شد اینمی ایریا از ایریای دیگه حالی جدا هستن اینمی ایریا از اینمی ایریا بیخی جدا هستن این جدا شد مثلا و ای که هستن اینمی جدا شد به خاطر اینمی سپریشن ببین اگر حالی برین دا تگ برین این روم یا میشه آر ام نوشته کنی شارکتش هستن حالی تا نه اینمی میگیره
این سپریت شد. اگر اینجا بیاین اینجا دیوار هستن اینمی گرید لاین هستن نه میفهمه که چی کنه. این نه با گرید لاین چی نمیشه به خاطر که کلش میگیره اینمی. این باید ما سپریت کنیم. خب سپریت میکنیم خیر است. اینجا یک دفعه چی کنیم روم اینجا میمانیم. این را میگیم اوپن کیچن برایش میگیم سیز یک نام برایش میتیم. خوییم شد. حالا میخوایم اینمی ساحت تا اینمی اینجا یک کاریدور شوه نه کاریدور هستن به این اتاقا که میاد. این را باز سپریتر را بگیرین اینمی سپریتر را این را که گرفتن اینجا جدایش کنیم. اینمی اینجا وقتی که جدا کردی این دیگه خلاص شد. چی؟ اگر دور میره زیر اسپریتا ضرر داره نه اگر این دروازه این دیوار تا اینجا نرسیده. اگر دیوار رسیده می بود دروازه اگر می بود یا نمی بود باز کار میکرد. وعلیکم السلام باز کار میکرد. حالی اگر باز برین دا تک برین اینا دا تک تنه و نموی ریا اونا هایلایت شده نه نو این رنگ روشنتر معلوم میشه. اینمیم تگ جدا شد. حالی اگر اینجا بیاین این جدا میگیره اونمو جدا. ایما انتر کنیم این روما اینمی روما میشه نامه برایش بتن. او که اوپن کیچن شد اینمی را مثلا میگیم کاریدور صحیح شد. این میشه که حال شوه حال. این میشه لایوینگ روم. این را میشه حال این داینینگ برایش بگوین سیز. ای تو داینینگ. خب حالی اگر میخوایی که مساحت برایت معلوم شوه یا اینمی شماره که داده شماره اش تغییر میتی کلیک میکنی شماره برایش دیگه میتی. اگر بخوای مثلا 100 میتی اینا میشه 100 بتن اینا میره 101. چی وقت دیر ونه نیسی زنور شمارونه تیریگم صحیح ده ضرور نده همداسی شمارم بدلیگی. اوس که غواړئ چې مساحت هم دلته درته وښیي مساحت د دې کوټې دا کلیک کوئ دلته راسئ پراپرټیز ته پراپرټیز دې ځای کې روم ټګ دی دلته ګوره روم ټګ وید ایریا دی روم ټګ وید والیوم دی. یو ایریا سره دی ایریا درته ښیي او بل چې دی ټول حجم ښیي. که ته غواړې چې ایریا درته وښیي دا د ایریا راځي هغه خپل محاسبه کوي نور سافټویر چې څو په څو کې دی هماغسې پروګرامینګ سوی درته شماري. او که غواړې چې نه حجم درته دلته وښیي حجم بیا راسه دلته ټګ وید والیوم بیا درته والیوم ښیي. نه ای از پیش روی اینمی از پیس تا پیس میگیره. حالی لیجند هم باز خوب صحیح معلوم میشه. اگر خوب دقیق میبینی اینا تگ وید ایریا اینا اینجا دی آی بگیری خب اینجا وال پیس یا کمی راوند آب میکنه خب 4.5 میتر است نه 4.5 دا 5 چند میشه. حالی ضربش کنی اون میشه نه از 20 زیاد بشلو نه دیری گوره سالور نیم ده کنه بیخی زبا پا میلی ولی کم سالور زره یا مغا پا میتر اندازه ده این اینجا ما ضربش میکنیم 4.5 ضربی 5 22.5 او کمی راوند اپ میکنم سیز ولی شاید ایت سیتینگ هم باشه که اونجا ده سیتینگش برین که بخی دقیق برای نشان بده. یا مثلا ایریا هستن به میلیمتر برایش بگوین اگر تباش اگر کار کنه خیر است. در اینت میریم اینمی ایریا مثلا اینجا اشاریش میتیم سیز اینا سی آن می حالی میبینیم که اینا محاسبه کرد. اونمو چی بود؟ در یونیت برین خود اونجا در ویدیو آمد دیگه تکرار نمیکنم. خب 22.5 اگر او در اینه تو دسیمل پلیسز که هستن نه از اشاریه او تر اگر او باشه باز نشان نمیده.
صحیح ده؟ ایره اگر با یک دفعه ایره چنج میکنی اون سلکت میکنی رایت کلیک select all instances visible in view کلش سلکت کنین اینجا بیاین که با یک دفعه که تغییرات بیارین سیز اون ایریا را گرفت. خب لیجنت هم اینجا زود اینزرت میکنیم باز یک سکیجوال هستن اون که چه رقم کریت میشه باز در سری اونمو گپ میزنیم سیز با لیجنت دا چی بیاین دا اینوتیت خب میرین دا اینوتیت میرین دا اینمی اینوتیت دا ای که رفتن باز برین این اینمینجا کلر پیل که هستن دا ای کلر پیل دو صفحه پروژکتور نمیفهم که چرا اینمی کلی ناما نمیانه ولی در کامپیوتر در شای کامپیوتر خوب صحیح میاره شاید مسئله ریزولوشن باشه خوب گپی نیستن و ای برین خوب معلوم نمیشه برایتن خیلی ما که کلیک کنیم باز معلوم میشه صحیح اینه او را بگیرین هر جایی که میخوایی که لیجنت جور میکنی اونجا کلیک کنین اینمی مینو برایت باز میشه. خب دایی چی هستن؟ سپیس تایپ سپیسیز هست. حالی سپیسیز ما نداریم. خب سپیسیز فکر میکنیم دایی چوکا و دایی نمی مکانیکال کار میشه که در سپیس ها کار کرده باشی نه سپیس نام داده باشی بازو برای لیجند جور میکنه ولی حالی ما تنه دمانده سیستم با نامی روم ما نمبر دادیم نه روم اینمی را نیمش بگی اوکیش کنین اینه کل لیجند ما کریت شد رنگ اتومات خودش اول سافتویر میگیره. خب حالی میریم که رنگ چه رقم تغییر میکنیم سیز ببین حالی کل تغییرات ای هستن مثلا روم سیلینگ کلر چارت از پیش نامش مانده و نموتو. خب ولی ما نمیخوایم که سیلینگ باشه میشه که ما دیوارایشی رقم رنگ کنیم نه باز میشه ای را کلیک کنین اینجا ایدیت سیستم هستن. خب وقتی که ایدیت میاری در اینمی کلر چارت اینجا میری در ایدیت سیستم پس تغییرات میاری در اینمی سیز تا اینجا خب مشکل نداری خدای بانی کلیک وکی رنگونه دادی خواه که تو از غاڑی چه دلتا زور توایم روم وال کلر چارت از دیوارایش برش میگی هیچ نبیایی خوب کاری ما نیستنی میشه بیخی اوسم کنی اون بیدروم 3 بود نه در منزلی چی در منزلی 2 خوییم نیستن یه را بیخی آب میکنیم که ویزیبل نشاسته اینمی بیدروم 4 و بیدروم 3 فکر میکنیم نام دادیم نه بیادتان است ایره بینیم لاییم ولی با ما معلوم نمیشه که او چند بود نه بالا خو اینمی اردویش میمانیم سیز نه خو ما از پروژه اثر شروع کردیم چند دانه اوپن کیچن چند دانه تک کردیم نه از اونمو مانده ولی یالی میمانیم خیر هستن که بازو خودش پیدا کنیم یالی با ما معلوم میشه که بیدروم 4 است اون بیدروم 3 هستن نه بیدروم 3 هستن حال لایوینگ زون هستن اونمو لایوینگ روم اونمو با ما معلوم میشه یا میشه از اینمی رنگایش هم بفهمینی اینمی بید 3 که هستن ای را تغییر میتی خب ای را میخوایی مثلا زرد کنی که اونجا خوب معلوم شوه اینمی ای را اپلای میکنی اونجا برین این زرد شد سیز و دیگه ما نما زیاد دادیم تنه اوپن کیچن با ما معلوم میشه خوب کتیو حالی با ما معلوم نمیشه زیاد وقت میگیره خوب دیزای پوری خوب پیدا کنه تا اینجا خوب مشکل نیست خوب میشه رنگ اونجا تبدیل میشه ایدیت سیستم هستن اگر نامش تغییر میته اینجا نامش تغییر داده میتونی سیز تایتل هستن از خود لیجند یکی کلر با نیم میتی یا دیگه با ایریا میشه بر چیز اینمی اجست کنی نیم هستن مثلا فلور پینش هستن
با بیس پینش هستن، با ایریا هستن. هر رقم که اجست میکنی با زونمو خودش چی میشه. این ایریا که از 14 اشاره قدر که هستن این رقم رنگ میشه، باز اینمی که هستن یک رنج هستن، نه خودش سافتویر برای کریت میکنه. اگر با 20 پینش برایش میتی، حالا 20 پینش ما هیچ چیزم ندادیم، نه اینمی نیم که هست. اگر با نمبر میتی میشه با نمبر اونمونجا که 1 2 3 ما دادیم. حالا اینمی ما 100 101 102 در منزل چند است؟ در منزل 2 است، نه از 100 شروع کردیم. اگر این رنگا حالی برایش چی میکنی؟ اون رنگا نظر به اونمو چی میگیره؟ به اونمو نمبر میگیره. ولی خوب هستن که با نام باشه. اگر با نمبر هم میتی مشکل نیستن. این نمبر است، نمبر 100 هستن، این 100 اینمی رقم رنگ هستن. اگر تغییرش میکنی اون تغییر کنین. 100 این رنگش این ما زرد میکنیم. اینمی 101 کش یک رنگ دیگه اینمی رقم بگیرین. اینمی که هستن این بخیر سرخ بگیم. این کلش تغییر. اگر دیگه پروژه شروع کنیم و دینی مرحله برسیم نو میان؟ نه در پروژه که کار کردی تک کردی اونمو میاد. اگر یک چیزی از پروژه دیگه میاری مثلا کار کرده باشی زیاد، نه زیاد کار کرده باشی و اینجا هستن. خب باز میشه که یک روز ما برایت بگویم اینمی دیا هستن که کجا است فکر میکنم شاید اینجا باشه. خب گلوبال پارامتر از پراجکت انفارمیشن از پراجکت یونیت اینمی اینجا میاد. خب پراجکت پارامتر و میاد. خب میشه که از دیگه پروژه باز باشه. دیگه پروژه از اونمو میشه که دی یک اپشن هستن او میشه که بیاریم. ولی در ویدیوهای اول ما گفتیم ولی نمیش با این ایکن ما نمیشناسیم که کدام. این ترانسفر است. این ترانسفر که است؟ ترانسفر پراجکت استاندارد. خب اینمی این را کلیک میکنی ولی یک پروژه باید باز باشه. خب مثلا یک پروژه ما باز میکنیم دیگه پروژه. خب یک پروژه خیر است تو باش که یک پروژه لید باز یعنی دیتا یک پروژه در پروژه دیگه در دیگه میشه که بیاریش. هر پروژه که میخوایی یک پروژه را باز میکنیم. ما یک پروژه را باز میکنیم. یک پروژه را باز کنیم. هر یکی که باشه مهم نیستن. صحیح است که زیاد گران نباشه. این میره میاریم. صحیح است. این پروژه را باز میکنیم. اونجا باز برات میگیم که کدام چیزا ما میتونیم بیاریم. اونجا خودش یک منو برایتان میاد و از اونجا سلیکت میکنی کدام چیزا میاد. ولی اینمی تک که هستن فکر نمیکنیم بیاین به خاطر که یک پروژه که دیگه پروژه بخی متفاوت میباشه. نه یک رنگی شکمیت فکر نکنیم. خب او از 2017 تا 2019 اپگرید میشه، کمی وقت میگیره. این او پروژه باز شد. خب اینمی پروژه باز شده. صحیح است. این پروژه باز است. حالا میخوایی از اونمو پروژه این ترانسفر پراجکت استاندارد دا کلیک کوی. صحیح ده دا چکل کلیک کرده سلیکت ایتم تو کاپی. اینمی ایتم ها که هستن اینمی کلش میاد. هر چیزی که هستن این دا اینمی انالیتیکال لینک تایپ هستن، اینوتیشن پی ملی لیبل تایپ هستن، اینمی ایریا اند والیوم کمپیوتیشن هستن. خود چیزی که در او پروژه استفاده شده و در این لیست که هستن یا کلش میتونی بیاریم. وال سویپ تایپ دا هستن، وال تیپ تایپ کلش میاد. کلش اینمی اگر اینمی چی ببینین در این وال تایپ هستن. این اگر وال تایپ نمیخوایی از اونجا بیارین ایرا آن چک کنین باز نمیاد. اگر بخواین که بیارین بیارش کلش. مثلا اینمی که چک وان برش میگه نه چیزی که اینجا بدل شما هستن که اونما میخوای بیارش لیول تایپ هستن اونم میشه سلیکتش کنی بیارش. اونم را سلیکت کنین اوکی کنین خودش میاد. کاپی فرام اینجا برایت میگه.
نه و رنگ نمیده. مشخصات ببین اینمی رنگا که هستن نه شما تگ میکنی نظر به خودتان در پروژه سافتور اینمی چیزا برایت میاره. اصلا یک دیوار داشته باشه در پروژه. دیوال برایت میاره. این تو نمیشه که از او پروژه شد این خو نیستن که ایریا می رقم باشه اتاق هم می رقم جا بجا باشه باز اونجا برایت بره اونجا برایت بانه او قدر با این سافتور هم کار شاید نشده باشه نه که تو بفهم اینپوت دیتا رنگ چی میشه؟ رنگ مربوط مشخصا میشه فقط همین لجند میرنگ نمیاد یعنی اون پروژه رقم باز کنه نه؟ باز بینیم لیستی که میگیرید همون رقم باز نه یا نه؟ در دیوار که چیزی متریال اپلای کرده باشی مثلا وال میایه نه کلش میایه هر رنگی که باشه ولی وقتی که لجن نمیتی لجن او یک چیز دیگه هستند به نظری ما فکر نمیکنم اگر بیاین او نسترشان کار کنین میشه در اینترنت بپالین یا در خود ویبسایت یا تو دیسک بپالین ولی ما تالی اینمی که خود لجن بیانه بازار اتاقم برای نامگذاری کنن باز رنگم به فکر نمیکنه. خب یک چیزی بود اون این رقم هم یک چی میشه نه خب این خلاص شد اینه دایی رفتیم این را یکمی پس به نامش میبریم به نیم سیز اپلای اوکی اینه می رقم حالا میریم میخوایی که یک سکیجول کریت کنی که در اون سکیجول شما هر چیز داشته باشه مثلا نام اتاق باشن خالی میریم اونجا زیاد گپ نمیزنیم اینجا سکیجول است خب در اینجا پراجکت براوسر میری در پراجکت براوسر که رفتن باز اینجا میایین the schedule in quantities دایی که آمدین اینجا رایت کلیک میکنین material تکاپ هستن schedule اینمی نیو schedule in quantities اینمی را میگیری خب این را که گرفتین اینمی اینجا روم انتخاب میکنی روم دورس فلورس روم ها بپا اینا روم هستن روم میگیری سیز رومز مربوط هر چیز که جور مثلا پارت جور میکنی پارکینگ خمالی سری روم کار میکنیم روم میگیریم سیز اینمی مینو برایت باز میشه سکیجول پراپرتیز آلی اونمو پراپرتیز سکیجول برایش میته مثلا دو سکیجول چی برایت بیاین یک خما ایریا کار داریم سیز ایریا باید باشه لیول باید او سی سیده لیول نوم باید او سی نوم او نمبر باید او سی نمبر یکی که لیول دی نمبر نخواته که یا دی خواته راوڑی نمبر دی لیول دی نوم دی اگه تاسو پوری اڑله پیریمیتر والیوم اگر میخوای وال پینش داشته باشی نه وال پینش هر چیز آورده میتونی ما اینه میره میگیریم سیز اینه ای قدر که ما گرفتیم دیگه سافتور کلش محاسبه کردن ضرورت نیستن که دیگه مثلا لیول یک هست بیدروم نمبر یک هستن 22.5 متر مربع اینمی ایریایش هستن اینمی پریمیتر هستن و یه حجمش هستن مددیش عدد نمیرم 4005 موضوع 20 متر مربع شده 4000 در چند است که 22.2 شده مثال خب اگر مثلا انجینر یا کسی باشه نه اینجا به ما چی داده سیست اینه به ما متر مربعش داده پریمیتر هم به ما داده از اینمی پریمیتر میشه اونمو را محاسبه کنه پیدا کنه سافتور ایت آپشن شاید برای نتا که چندی در چند هستن ولی یک چیز دیگه هستن یک چیزی که میگی یک چیز دیگه هست حالی میریم اونجا کریت میکنیم یک راپور برایت کریت میکنه که سافتور چی رقم ایریا را محاسبه میکنه او با مثلثات تقسیم میکنه مثلثات این اتباش که ما برایت
تا ابراهیم لکسن تا سه چیزا آقا پیدا کن چی آقا چیره اینه در این ریپورت میری خو در ریپورت ببین این پس خدا ویدیو آمده اینجا روم ایریا ریپورت هستن روم ایریا ریپورت اینجا میری اینمی کل از بیزمین میخوای لیول یک میخوای او را سیلکت میکنی خب ما اینمی را یکش انتخاب میکنیم ضرور نیستن که یکی دو را انتخاب میکنیم سیز اینمی لیول یک لیول 2 را انتخاب کردیم سیز اوکی ای بیایم در دسکتاپ روم ایریا ریپورت این شاید زیاد جای بگیره یک چی برایش کریت میکنیم فولدر خود روم ایریا ریپورت اینمی تو یک نام برایش میتن اینجا اپشن هم هستن خب اپشن تکست فارمت هستن هر رقم که تبدیلش میکنی میشه که در اینمی کار کنی مثلا ترینگل هستن لیبلش چی رقم برات نشان بده ارک سکتور هستن با اس نشان میده اوتلاین چی رقم باشه باز در این میشه که ادیت کنی حالی ما از او تیر میشیم سیز این را سیو میکنیم این سافٹویر که سریشان کار کرد حالی میبینیم که چی کار کرده اینجا میری ببین سافٹویر چی رقم کار میکنه خب این ایمیجایش هستن مثلا روم نمبر 1 چی رقم محاسبه کرده این را خلاص کنین اینمی ترینگل 1 هستن اینمی ترینگل 2 هستن این تو اونجا برای نوشتن نمیکنه ولی اینجا برای این که چی رقم محاسبه کرده گفته این 4.5 هستن یک مثلث جور کرده این 5 هستن این کتی ضرب کرده تقسیم 2 کرده نه اینمی هر چیزش معلوم هستن از اون موتا باز اونجا ایریا برایتان چی کرده مشکل نساخته ای پشتی چی که هستن نه که دیگه کارا میکنه ای خب که یک کماندم هستن شاید پشتی سافٹویر زیاد کار شده باشه نه با اونمو ولی اگر میخوای چیزی که انجینیر سپرسان کرد که این آپشن هستن که از اتاق با ما نشان بده نوشته کنه 4x5 نوشته نکنه 20 متر مربع یا پریمیتر با ما نوشته نکنه اگر میخوای که دقیق تر باز داخل شوی که کلی ریپورت ببینی که هر اتاق ما چی رقم محاسبه شده چندی در چند هستن اینه کلش برای نشان میته اینجا اینمی یک اتاق شد از حال اونمو خونه گفته بودیم برایش یا او شاید دیکپ چیزی باشه نمیفهمم چی هست اینه دیگه که هستن 4x5 اینمی رقم چی کرده کلش محاسبه کرده و اون راپور جور کرد که چی رقم ما کار کردیم یا چی رقم چی و یک دیگه خویی از لیول 1 بود از لیول 2 بریم اینمی کل کاریدور که هستن نه کاریدور ببین چی رقم محاسبه کرده کلش خو سافٹویر خو ایتو نیستن مثل انسان وری نه که اینمی میشد که ای چی میکنه اینمی یک مربع کنه خو ولی او رقم شاید برایش چی شده باشه با او ایتو پروگرامینگ شده که اینمی ترینگولیشن کنن دیده ترینگولیشن میده خب این چند مثلث تقسیم کرده به این شاید دقیق تر بیاینی خب کاری سافٹویر هستن هر چی که میکنیم باشیم اینمیشه اینمی راپورم ببینیم خیر است اینمی رم ایریا کلکولیشن پر روم خب ای نمیفهم ده ای چی را نمیه خب خیر است اونجا در ایمیج نشان داد دیگه ای را شما ما نه خوب گفت است خب ما ایستا پیش میریم دیگه پیش بریم دی یا کمی دسکیجول خب ببین در پراپرتیز که برین عالمی خواهی که ای را چی کنی نه مثلا فیلتر میکنی یا سورت میکنی اگر سورت میکنی اون با لیول سورتش کنین هیدر فوتر اگر بلینگ لاین برایش میتی یا نمیتی او دلیتن گراند توتال برایش میتین اون اوکی کنین کلش برایت میاد
اینمی با لیول 1 لیول 2 اینمی رقم کلش چیزا میاد. اگر باز خواستین که اینمی مثلا این پریمیتر که برایت معلوم باشه نه پریمیتر باز هایت خو برایت معلوم میشه نه میشه که از اینمی متریال کوانتیتی اونجا که متریال تکاپ هستن میشه که یک برآوردم بکنین دایی اونجا باز یک فرمول اینزرت میشه خو آیسته آیسته ما پیش میریم خب اینمی اسکیجول هم این متر مکعب که هستن ولی با مکانیکال انجینیر خیلی مهم هستن نه اینه با او که اگر این دیتا بتین شاید چند ساعتی اونمو چی شود ورته بچت پاتسی کنه یعنی 2 ساعته چې هغه کار کوي محیط پیدا کوي د حجم پیدا کوي لوړوالی زیاد وقت ده ټوکیډ هم زیاد وقت میگیره اگر این برایش بتن خو خیلی زود میشه این موضوع رو دقت نمیکنه که خوب میدونه که من نمیدونم کار کنم نه این رقم یکی هستن این خو بیم انفارمیشن مدلینگ سافتویر هستن هر چیز کرده میتونه خیلی خوب هستن خب اینمی اسکیجول شد از روم اسکیجولی میشه رقم که سورت میکنه پونتش که تغییر میده و قدر چی نیستن و شما میتونی سایز فارمتینگ هستن یه خو میشه که دبین نش میکنی کاندیشنل فارمت هستن دیگه و قدر چی نداره مثل ورد وری هستن اگر کاندیشنل فارمت برایش میگی مثلا نیم باشه ایگوال تو اونجا نام نمیکنم باید نیست مثلا اوپن کیچن باشه سایز یکی نمی چی هستی برای چی میکنی نام اگر اوپن کیچن باشه شما میگی که بگراوند کلرش باید این رقم باشه یک کاندیشن برایش میمانی ببینیم که کار میکنه نشد نه اوپن کیچن کنه است تواش چرا نشد show conditional format and sheet size خب شاید اینمی نام ما چی برایش داده باشیم خب اینمی میشه که نمبر equal to یا not equal to برایش بگویم که کتیصد چی نباشه نه یکی نباشه باز اینمی رفت اینمی باید بگیره نمیکنم که اینجا چی را نمیگیره یا اگر ما دا چی ببریم دا اینجا شاید نگیره دا باش اگر شد اگر نشد باز دیگر روز میخوانیم گپی نیستن سایز روم بگیم نه نگرفته خب حتما یک چیزی گپ هستند خب باز او دا دیگر روز میخوانیم سایز حالی وقتم میگیره نمیتونم که چی رو نگیره دومره با بس ویسایی دا ای پلاس نه یا